سلام دوستان عزیز، مخلصان دائمی بازی‌های شوق‌آور آفرین. بیاید مثل تربیت‌گیرندگان کودکستان رقم 77 پایتخت دست هم گرفته به میدان میبریم و مشق ورزش میکنیم و سالم و بردم به کمال میرسیم. همینطوری بچه‌ها؟ دوستان عزیز، چطور که می‌بینید شروعچون برای ما علاقه در میدان صف کشیدن و با آغاز مسابقه آمدن. به حال با دسته‌ها شناس میشویم. همینطور از طرف راست من دسته یوسمان. خیلی خوب. و از طرف چپ باشد دسته زبو. آفرین. دوستان عزیز، همینطور با دسته‌ها شناس شدیم. حالا با شما از دسته‌ها خواهش می‌کنم که با جای خوش گذارن و با مسابقه جدی آماده شوند. تا این مدت من شما رو با حکمان برنامه شناس می‌کنم. ما با هر دو دسته برار می‌خواهیم. برنامه امروز را حکمان در هیئت زیرین به حکمگذاری می‌نمایند. مدیر کودکستان زبو دولتова و مشاور کودکستان زهرا علیمردانова. شروع و دوباره بازی امروزه من کرامت‌الله اصلان. این شرط نخستی مسابقه امروزه آغاز شد و ببینید که این بازی چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی در دست اشتراکچیان حلقه‌ها با نوبت به میدان برآمده. از بین مانیا گذشته تا آخر میدان می روند و از حلقه‌ها پیرامید ساخته باز به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اشتراکچیان نوبتی دسته را می‌بینیم. بازی ادامه دارد. یک دخترکان آخری دسته با میدان برآمدند و پس اشان از نوبتی دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارت دخترانی دسته را می‌بینیم. برتر نصیب دسته یوسمان از در اینجا اشتراکچیان دسته زبو کوشش کرده شدن دسته‌شان را به پیش کشند، ولی برجام دسته یوسمان برتری از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که آنها عزم غلبه کردن دارند. ادامه بازی را می‌بینیم. بازی خط تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دسته را می‌بینیم. ببینید دوستان عزیز، برتری نصیب دسته زبو شد. اینا دخترکان نوبتی دسته با میدان میبرند و میبینیم که در این شرط کدام دسته غالب میآید. در این شرط دسته زبو غالب آمد. آفرین به دسته زبو. اینا شرط نوبتی و ببینید که این شرط خیلی شوق‌آور است. در این بازی اشتراکچیان در دست توپ فوتبال با میدان برآمده. از داخل حلقه گیمناستیک گذشته تا آخر میدان میروند. توپ‌ها را در داخل تبدیل گذاشته باز به مرا برمیگردند. اشتراکچیان این بعد توپ‌ها را به مرا برمیگردانند و نتر بازی ادامه می‌یابد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دسته را می‌بینید. برتر نصیب دسته یوسمان است. نک می‌بینید که چگونه تغییرات به عمل می‌آیند. دسته زبو نیز به پیش برآمد. بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید. اینا دخترکان آخرین دسته با میدان برآمدند و اکنون نوبتی دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارت دخترانی دسته را می‌بینیم. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید. اشتراکچیان نوبتی دسته را می‌بینیم. برتری همون نصیب دسته یوسمان است. دخترکان دسته زبو کوشش کرده استادان دسته‌شان را به پیش کشند، ولی ببینید که اشتراکچیان دسته یوسمان برتری را از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که آنها عزم غلبه کردن دارند. در اینجا اشتراکچی دسته یوسمان به خطاگیر راه داد و می‌بینیم که در این شرط کدام دسته غالب می‌آید. در این شرط هر دو دسته بار به مرا رسیده هستند. به هر دو دسته اینا شرط نوبتی ببینید که در این شرط اشتراکچیان عمل‌های گیمناستیک را اجرا می‌کنند. آنها به نوبت به میدان برآمده از داخل حلقه گیمناستیک گذشته علامت گیمناستیک غیر می‌زنند تا آخر میدان رفته باز همین عمل‌ها را تکرارا اجرا نموده به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اشتراکچیان نوبتی دسته او را می‌بینیم. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. برتر نصیب دسته یوسمان است. در اینجا اشتراکچیان دسته زبو کوشش کرده استادان که دسته‌شان را به پیش کشند، ولی ورزشکاران دسته یوسمان برتری را از دست دادنی نیستند. پس معلوم می‌شود که آنها عزم غلبه کردن دارند. ادامه بازی را می‌بینیم. بازی خط تماشا کنید.
در اینجا اشتراکچی دسته زیبا با خطاگی راه داد و از خطاگی بود که دستشون در رقیب ماند. از خطاگی دسته زیبا استفاده بود و ورزشکاران دسته عثمان و پیش بر اومدن. اینک پسرکان اخرین دسته ها به میدان بر اومدن و پس از چند لحظه نوبت دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارتی که نسل دخترانی دسته ها رو میبینیم. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی دسته ها رو میبینیم. بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز شما نیز میتوانید چنین بازی ها رو در خانه های خود در میدانچه ورزشی نزد حولی هایتان یا مکتب بخشا تشکیل نموده پیوسته به ورزش مشغول شوید زیرا ورزش را گروی سلامتی میگویند. ادامه دارد بازی دخترکان نوبتی دسته رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. یک پس از چند لحظه دخترکان خود دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته زیبا غالب آمد. آفرین با دسته زیبا خان زنه. این شهر که نوبتی و بینید که در این شهر در دست ایشون چنبرک ماشین رمی جون ها ماشین رونده از بین من گذشته تا آخر میدان میروند و باز به ما برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. برتری نصیب دسته عثمان است. اشتراکچی نوبتی دسته ها رو میبینیم. بازی ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی دسته ها. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دسته ها برابر حرکت کرده استودند. یک پس از چند لحظه پسرکان آخرین دسته به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر نوبت دخترکان فرا میرسد. بیایید مهارتی رانندگی دخترانی دسته ها رو میبینیم. بازی ادامه دارد. برتری همون نصیب دسته عثمان است. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید. بازی بازوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی دسته ها رو میبینیم. دسته ها برابر شدند. دسته زیبا با پیش بر اومد. اصلا با ورزشگر دسته زیبا واقعا نمیتوانید با چوب و چالاکی خود دستش رو با پیش کشد. اشتراکچی نوبتی دسته رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی بازوش و خروش ادامه دارد. یک دخترکان خود دسته با میدان میبریم و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته زیبا غالب آمد. آفرین با دسته زیبا. یک شهر نوبتی و ببینید که این شهر چگونه اجرا کرده میشه. در این بازی در دست ایشون توپچه‌های خرد و نوبت به میدان بر اومده. در داخل حلقه‌های گیمناستیک میستن و توپچه رو در داخل سبدها به نشان میگیرن. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی دسته رو میبینیم. یک پس از چند لحظه پسرکان خون دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر نوبتی دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارتی دختران را در اجرای شرط مسابقه میبینیم. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. برتری نصیب دسته عثمان است. خاطرات میکنم دسته عثمان با لباس‌های کبود و دسته زیبا باشد با لباس‌های گلابی در میدان بین هم توازن‌های دارند. اشتراکچی نوبتی دسته رو میبینیم. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخرین دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر هر دو دسته برابر به ما رسیده هستند. با هر دو دسته یک شرط نوبتی ببینید که این شهر چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی اشتراکچیان با نوبت به میدان بر اومده. از داخل دو حلقه گیمناستیک نمیتوان گذشته تا آخر میدان میروند و باز به ما را برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی دسته رو میبینیم. ببینید دوستان عزیز در اول اجرای شرط ها اشتراکچیان دسته عثمان پیش تف هستند ولی در آخر آنها برتری رو از دست میدهند و مغلوب میشوند. باید که اشتراکچیان از اول تا آخر کوشش کنند تا در هر شرط مسابقه غالب آیند. ادامه بازی رو میبینید دوستان عزیز. بازی خط تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی دسته ها
برتری همان نصیب دسته یوسمان است و دوستان عزیز شما نیز میتوانید که چنین بازی‌ها رو در خانه‌های خود در میدانچه‌های ورزشی نزد حویلی‌هایتون یا مکتب بخش‌ها تشکیل نموده پیوسته با ورزش مشغول شوید زیرا ورزش آگاه سلامتی و سرچشمه زیبایی میگویند. ادامه بازی رو می‌بینیم. باد خط تماشا کنید. دست‌ها برابر حرکت کرده استودند. بود خوب باشید دوستان عزیز. چوشای نوبتی دستا رو میبینیم. بود خوب باشید دوستان عزیز. در اینجا برتری نصیب دسته زیبا شد. چوشای نوبتی دستا رو میبینیم. در اینجا دخترکانی دسته یوسمان کوشش کرده استادن که دسته‌شون رو به پیش کشند ولی اشتراک چنین دسته زیبا برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که اونها از غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو میبینیم. بود خط تماشا کنید. برتری نصیب دسته یوسمان شد. اشتراک نوبتی دستا رو میبینیم. ادامه دارد بازی. یک پس از چند لحظه دخترکان اخیر دستا با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر گلی به شهر معین میگردد. و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. برتری نصیب دسته یوسمان است و در این شهر دسته یوسمان گلی آمد. آفرین به دسته یوسمان. قند زنید بچه عزیز. شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی دخترکان در کرسی‌ها نشسته سران از بین دختران گذشته تا میدان میروند و باز به مرا برمیگردند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی باجش و خروش ادامه دارد. شوشای نوبتی دستا رو میبینیم. برتری نصیب دسته یوسمان است. شوشای دسته زیبا کوشش کرده دادن دسته‌شون رو به پیش کشند ولی ورژن دسته یوسمان برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که اونها از غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید. یک پس از چند لحظه پسرکان اخیر دستا با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر گل به شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. در این شهر دسته یوسمان گلی آمد. آفرین به دسته یوسمان. دوستان عزیز در اینجا همه شرط‌های مسابقه امروزی فریم به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلان نمودن خودهای به دست آورده دسته‌ها. موافقی با گزارش حکمانی برنامه دسته یوسمان صاحب 27 خو و دسته زیبا باشد صاحب 29 خو. دوستان عزیز مغلوبیت دسته زیبا رو مبارکباد میگیم و از حکمانی برنامه خواهش می‌کنیم که به هر دو دسته تحفه خاتمه رو تقدیم نمایند. مرحمت. دوستان عزیز
اینجا وقتی به برنامه آفرین جو داشته به انجام رسید. آیا میخواهید که در برنامه آفرین شرکت ورزید و هنر و مهارت ورزشی خیش رو به همسالاتون نمایش بدهید؟ خیلی خوب، میتر که باشد نزد شما میویم تا آخرین نوبتی شاد و خورم باشید. خیر.